سلامت باشید دوستان عزیز. سلام علیکم. این برنامه نوبتی فضا است و من فکر میکنم که با یک نوازش خیلی خوب که ارکستر دولتی سیمفونی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه همه وقت در همه برنامه در اکثریت برنامه ها با ما هستند نوازش خیلی خوب کردند و این نوازش بدند از پیوتر چایکوفسکی نام دارد والس گلها. یک قرصک دیگر بزنیم به خاطر ارکستر، قرصک دیگر به خاطر علیشیر سالیزاده. تشکر زیاد. واقعا هم امروز استودیوی برنامه ما فضای رنگین دارد و ما میخواهیم این فضا رو به خانه شما نیز تقدیم کنیم، چون در امروز مهمون های زیاد در استودیوی ما قرار دارند و همچنین هنرمندانی با مهارت ارکستر توانستند که با نوازش دلنشین خود روحیه ما را بالیده نمایند. در اینجا سراینده این ارکستر جمشید نیزاموف هستند. سلام علیکم، خوش آمدید به استودیوی مرکزی، خوش آمدید به برنامه فضا. چون ما میگوییم که فضا این سرور بخش فضای خاندانی هر یکی شما بیننده های عزیز هستند. خوب هستید؟ فضای برنامه ما چگونه است؟ فضای گرم خوب. سلامت باشید. وقتی که جمشید نیزاموف این سخن را گفت یعنی که سرودهای خیلی خوب آماده کرده است. امروز حتما که خواهند سرایید و من بار دیگر میگم دوستان عزیز، من از همه شما ایساری سپاس میگویم، از ارکستر، از همین جوانانی که امروز مهارت ملکه خود را نشان میدهند، همین دختران خیلی زیبا، هر نوازشی که میکنند بسیار بدیل نزدیک است. بیوده همون نفرانی که نوازش زنده را دوست می‌دارن بیوده تعریف توصیف نمیکنند. تشکر زیاد به شما. جمشید، سراییدن با ارکستر چگونه است؟ چون من کمک خود رو سنجیدم، من فهمیدم که چگونه مشکل است و شما که یک سراینده بسیار با تجربه هستید، چگونه است عین حال در همبستگی با ارکستر سرودها سراییدن؟ ارزوی درینه من بود که زنده سراییدن با ارکستر، با ارزویم رسیدم. سلامت باشید. میدونید دوستان، من تقریبا 10 یا 15 سال پیش هنگام دانشجویی بود، یکی از اولین ها شده استودیوی ثبت آواز داشتم. علیشیر جان، جمشید نیزاموف در نزد دانشگاهی ما و بسیار یک آهنگای خوب ایجاد میکردند. سراینده ها نیز آمده در آنجا آهنگهای خود، سرودهای خود را ثبت میکردند و در آنجا یک سرود بسیار زمزمه میکردید. یک سرود بود الا گم گشتم پیدا شدی باز. بسیار یک سرودی خوب بود که هنگامی که هرگاهی که من شما رو طریق تلویزیون میبینم همین سرود به خاطرم میزند. من خواهش میکنم که 4 مصرع اش رو امرو کمک سرایید. ایا گم گشتم پیدا شدی باز، زمانی رفتی و از ما شدی باز، نشان آدمی از قصه پیداست، چه خوش یک قصه ای دنیا شدی باز. دوستان، جمشید نیزاموف نوبسته از اونه که وقتهای اخیر کمک سالهای اخیر ایجادیات کمتر شد، سبک و اسلوب خود را دارد و در آغاز من میگویم که یک سرود خیلی خوبی جمشید را میشنویم، بعداً برنامه را ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز، این برنامه فضا است. سرود در اجرای جمشید نیزاموف. ما را همراه باشید. تنها شدم، تنها آسوده از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون غنچه‌ای غمها شدم. تنها شدم، تنها آسوده از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون غنچه‌ای غمها شدم. چون مرغانی تمام ای مرغی دل فریاد کن، گلهای گلزار تنها شدم، تنها آسوده از غمها شدم، از بس که خوردم خون دل چون غنچه‌ای غمها شدم.
شدم تنها آسوده از غمها شدم از بس که خوردم خالی دل چون غنچه‌ای غمها شدم دوستان عزیز تشکری زیاد و با اجازت شما بیننده‌های عزیز من فکر میکنم که همون چند سالی که گفتیم که ایجادیات کمتر بود از جانب جمشید نظاموف سرود را گوش کرده چگونه بود. من فکر میکنم که نفرانی که امین سرود را بسیار دوست می‌داشتند این را شادروان کرامت الله قربان می‌سراییدند و به طور خودشون باز جمشید نظاموف سراییدند. من شما را نمیدونم در همین لحظه شب بسیار حلاوت بردم و این سرود رو باز یک زیب و زینت بخشید ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. دوستان تشکر زیاد. ما در نوبت خود در کارهای آینده در ایجاد سرودهای نو به شما موفقیت موفقیت می‌خوانیم و باری کامل داریم که با سرودهای خیلی جذاب و نو و جدید خود دل مخلصانتان را که درگاه شما رو انتظار بودند شاد می‌گردانید. بعد از چند لحظه مهمان نوبتی رو ما دعوت خواهیم کرد به استودیوی برنامه فضا. با ما باشید. بعد از یک لحظه برمیگردیم دوستان. با همایانایی که نو با ما پیوستند میگوییم که برنامه فضا از روی اکران‌های شما عین حال در نزد ما ادیب جوان گنجینه قربان و قرار دارند. شما را خوش آمدید میگوییم با استودیو. امروز پای چی کار هستید؟ امروزها پای ایجاد هستم. کوشش میکنم که شعرهای زیاد ایجاد کنم و به نزدیکی خیلی که میدونید مجموعه کتابم بر روی چاپ برآمد که نام دارد تیراز خیال. کمینه با تخلص دریا شعر میگویم. گنجینه دریا هستم. دریا بسیار یک تخلص خوب انتخاب کردید. خودتون انتخاب کردید. این تخلص از جانب راهبر محفل همیشه بهار استاد خیراندیش نامگذاری شد و تا امروز با تخلص دریا شعر میگویم. یعنی به خودتون نیز پسند آمد یا اینکه نه؟ نه به خودم نیز پسند آمد. هنگامی که من یک غزل را با نام دریا ایجاد کردم بعداً در همان محفل با دستگیری استاد و پذیرایی اعضای محفل همیشه بهار این تخلص را به خودم گرفتم. باشد. من فکر میکنم که همین شعرتون سبب دریا تخلص گرفتن شما گردید. شاید قرائت میکنید. کنارت آمدم بشنو مرا ای مهربان دریا، اجازت ده که رازم را به تو سازم میان دریا. شدم پزمان راهی او خیالم گشته پروازی، توی آگه ز عشق من به راه خود روان دریا. اگر آن یار جان من به پهلوی تو می آید، رسان فریاد قلبم را به گوش یار جان دریا. ز عشق و عاشقی دل مرد و امید به فردا نیست، منم گنجی نبین مایم به قعر خود نهان دریا. سلامت باشید. خب در اینجا نامی خود رو استفاده بردن و بعد از همین شعر دریاش دیگر در آخر شعرتون با دریا بیت ما میرسونید. آیا الهام بخشید شعر من و دریای لایق شیرالی به همین شعر شما دو رهساز مرهپیما من و دریا من و دریا؟ استاد لایق در این شعر زیادتر تصویر دریا رو کردن. هنگامی که استاد میگویند که هنگامی که من در نزد دریا می نشستم یک الهام دیگری رو به خودم ضم میکردم و این شاید الهامی از همان شاعران. یک نفری که قلم به دست میگیرد و روی اوراق سفید میآورد حتما الهامی از کسی میگیرد. من زیادتر الهام رو از استاد بدرالدین هلالی از کلاسیکان و از معاصرین باشد از استاد لایق میگیرم.
که شعرهایشان بسیار هم صمیمی و مجز هستند. درست است، درست تشکر است. زیاد. گنجینه بانو، من میخواستم بفهمم که در کدام حالت شعر ایجاد کرده شما به خود شما پسند میاد؟ مثلا نفرانی هستند که هنگام خیلی خوشحال بودنشون شعر نیز ایجاد میکنند و نفرانی هستند که در وقت غمگینی شعر ایجاد میکنند. بله. شاعر هنگامی که شعر ایجاد میکند البته که در دو مورد است، یا از حد زیاد شاد باشی یا از حد زیاد غمگین. درست از من بعد شاعران فضای دیگری رو دارند، مثال با چشم دیگر نظر میکنند به جهان. فکر میکنم که زیادتر شاعر هنگامی غمگین بودنش شعرهایش بسیار هم از صمیم دل، آن چیزی که از دل است زود به زبان ها می نشیند. من فکر میکنم که هنگامی که در شب تاریک است، خود تنها هستی، تنهایی الهام بخش شاعر است. غم باشد یک احساس است که کوشش میکنند شاعران که این رو با قلم روی اوراق آورند و شادی و غمی خود را با همین ورق و با شعرشان بینند، چون هر یک شعر یا اینکه هر یک سرود چون فرزند خود قبول میکنند. یک شعر دیگر دوستان در اجرای گنجینه بانو میشنویم. مرحمت. در ملک شما رسمی وفاداری ندیدم، دستم به کسی دادم از او یاری ندیدم. در پنجره روی دلم قلف زدم باز، از یار دلم ذره دلداری ندیدم. اینجا همه بر روی پوشانده است نقاب، از طعنه دشمن دل خود آرین ندیدم. دوستان و عزیزان دیگر آینه سازند، جز فتنه و شر عده غمخواری ندیدم. در هر قدمم چاهی پر از فند و فریب است، در راهی حیاتم رهی همواری ندیدم. در یازی همه هرچی که دیده است خراب است، آب بلب تشنه لبان جاری ندیدم. سلامت باشید. طول چند مدت است که در همین محفل اشتراک میکنید و من میخوام بفهمم که اولین مرتبه که شما با محفل رفتید، اولین شعر خود را قرائت کردید، شما را چگونه قبول کردن در آنجا؟ اولین مرتبه که من با محفلی همیشه بهار استاد خیراندیش رفتم، در آنجا اولین مرتبه استاد وقتی که من همین گفتم که شعر دریا را خواندم، استاد گفتن که دریا آمد، گفتن دریا آمدن، گفتن و کفگوبی زدن. استاد با جوانان بسیار معامله خوب دارند، مثال با کودک زبانی کودکانه گپ میزنن، با جوان هر نفر رو با سن سالشان خوب پذیرایی میکنن. و این مجموعه که من حاضر گفتم به شما، این خودش با سرپرستی محض استاد برای چاپ برآمد. ما شکرانه از آن میکنیم که چنین نفرانی هستند که ما جوانان را دستگیری میکنن و سرپرست هستند که تا مجموعه های شعر ما روی اوراق سفید آید. من بسیار منتدار هستم از چنین شخصانی که سرپرست نوجوانان هستند. تشکر زیاد. برای چی تیراژ خیال؟ تیراژ خیال معنای نقش خیال، زیبایی خیال را دارد. خب. دریا که خود موج میزند یک خیال انسان را به دریا میکشد. از همین سبب این تیراژ خیال نامگذاری از جانب خودم شد و دریا باشد از جانب استاد. تشکر زیاد. اولین مجموعه شعر شما است بله، این تیراژ خیال اولین مجموعه من با سرپرستی استاد خیراندیش است. تشکر زیاد. دوستان عزیز، مهمانی ما بودند شاعر جوان و امیدبخش گنجینه قربانو و گفتیم مشهور با تخلصی دریا. من فکر میکنم که این کتاب رو با من توفه کردید، نه با فرزانه. بله به شما. بله همین طور است. فرزانه تشکر، این از من است. تشکر زیاد. خوش آمدید. بنویس بر یاس کبود، بنویس بر باور رو، بنویس از من، بنویس عاشق یک بود، بنویس
بنویس از آن که چو اشک از دیده چکی بگو ندهی. بنویس دنیای منی همه رویای منی، منم آن بی‌تابی موج، تو هنوز دریای منی. بنویس 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 غریبونه شکستم من اینجا تک و تنها، دلخسته دلیلم در این گوشه دنیا. ای بی‌خبر از عشق نداری خبر از من، روز تو میایی نمانده اثر از من. بنویس دنیای منی همه رویای منی، منم آن بی‌تابی موج، تو هنوز دریای منی. بنویس 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 براو سیفالله یوسفوف بودن. دوستان عزیز مرحمت. من فکر میکنم که شما منصور رو در حیرت گذاشتید. یک تشکر به ارکستر. خوب است شما؟ خیلی عالی. چگونه شد مثلا من هر وقتی که شما رو طریق تلویزیون میدیدم لای 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 فقط اپرا، چگونه شد این سرود رو باور کنید من راحت کردم، حلاوت بردم. آوازخوان باید چون که میگن از تمام ژانرها باید سرایت توانه. بله. من این سرود رو گوش کردم، نمیدونم برای چی بسیار مقبول شد، هم آهنگش شیرین هم سخناش نغزم. بله. برای همین چیکار شد که مقبول شدم، من انتخاب کردم، گفتم کنی یک بار کنی سرایم چیکار میشه. بهترین من همین ژانر با این باور کنید یکمین مراتب در نزد شما سراید همین. ما افتخار از آن میکنیم که شما اولین شده در نزد ما، در نزد بیننده های شبکه عزیزی سفینه، در نزد همون دوستداران و هواداران برنامه فضا سراییدید. تشکر. شما در عالم موسیقی کسبی فعالیت میکنید، میگویند که موسیقی انسان رو تربیت میکند. موسیقی خوب در این ژانری که شما فعالیت میکنید و میسرایید بسیار مشکل است و شخص همه وقت باید خب سلامتی خود را نگاه دارد و پیش از همه صدای خود را بسیار احتیاط کند. همین درست است؟ همین درست است. آوازخوان با ورزشگر قریب که یک خیل. بله. ورزشگر هم پیش از برآمدش مشق میکند، خودش احتیاط میکند. آوازخوان هم چنین است، باید که اساساً چیزای خنک نخورد. از خنکی همه چی پیدا میشد، کسلی‌هایی که وابسته به آوازخوان است، برای همین بسیار باید احتیاط کند. کوتاه درباره نقشه‌های آینده میگفتید، چی نقشه‌ها است؟ نقشه فقط ایجاد برای مخلصان. خب یعنی که سرودهای نو گفتید باز میشود در این ژانر؟ البته حرکت میکنیم. دوستان من فکر میکنم که شما از سرود اولی همین میمون ما
сайфулло юсуфов ҳаловат бурдед, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон аст ва фурсати он расидааст ки суруди дуюмро низ мешунавем ва ҳаловат мебарем дӯстон. Вернулась поваром чая, песни прибоя на свет проводит, сердце как друга море бросает, сердце как песня летит из груди. Сквозь синюю вечность летят на земли, море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. دوستان عزیز تشکری زیاد میگویم از آقای سیفالله. تشکری زیاد. من فکر میکنم که در سرود اولتون شما گفتیم که منصور رو در حیرت گذاشتید، در سرود دویمتون الکی روح مسلم مگمایف شد. خوش آمدید بردیگر به برنامه فضا. من فکر میکنم که باز در برنامه آینده شما رو دعوت خواهیم کرد. دوستان عزیز، سیفالله یوسفوف بودند، هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان، مهمانی ما و با دو سرود خود فکر میکنم که دل ما، دل شما، دل همه ما رو شاد گرداندند. بسیار سپاس. بردیگر خوش آمدید. وقتی آن رسیده است دوستان که ما با شما خداحافظی کنیم، زیرا اکنون وقتی به برنامه جدا شده چیکار کرد؟ به آخر میرسد و ایستا. بله دوستان عزیز، ما فقط تمنای آن رو میکنیم که شما بگذار هیچگاه آن همون فضای خوب خاندان شما را از دست ندهید. بگذار در خاندان شما همیشه خنده باشد، تبسم باشد، مهر و محبت و عشق باشد. میدونید چی در آخر یک چیز را احساس کردم؟ مهمونی ما تخلصش دریا بود. بله. باز سرود را خواندن سیفالله، آمار ماره، یعنی که خب پره انمون وصف آب تنین انداز بود که این آب رمز پاکی است، صافی است و من فکر میکنم که برنامه ما نیز با یک رویه بولیده با آخر میرسد. در آخر دوستان یک نوازش دیگر از جانب ارکستر دولتی سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و با همین خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز تا دیدار نوبتی خیر.